کلونل پسیان افسری بسیار با انضباط و روشنفکر بود که در دوران کوتاه زمامداریش در خراسان اصلاحات بزرگی رو در اون دیار برقرار کرد. برقراری مالیات برای خانها و زمینداران بزرگ، اصلاح امور مالی آستان قدس، ساخت مدارس جدید و سازماندهی ژاندارمری خراسان از جمله کارهای اون بود. این اقدامات خشم اشراف و خانهای محلی رو برمی‌انگیخت. دشمنان کلونل در تهران از جمله رضاخان و قوام السلطنه با ترغیب خانهای خراسان به شورش و همینطور اعزام نیرو به خراسان به مقابله با اقدامات کلونل بلند میشن. کلونل با وجود اینکه گفته میشه نزدیک 6000 نیروی ژاندارم داشت، اما به خاطر خیانت برخی از فرماندهانش به محاصره دشمن در میاد و در سن 30 سالگی به شهادت میرسه. کلونل پسیان افسر پاکدامن و پرهیزکار و بسیار با شهامتی بود که آرزوی عظمت ایران توی کارها و افکارش موج میزنه. توی یکی از نامه‌هاش میگه اگر مرا بکشند قطرات خونم کلمه ایران را ترسیم خواهند کرد و اگر بسوزانند خاکسترم نام وطن را تشکیل خواهد داد. اولین خلبان ایرانی بود که در آلمان 30 صوتی پرواز با هواپیماهای اون زمان یعنی جنگ جهانی اول داشت. کلونل به زبانهای فرانسوی و آلمانی و سوئدی مسلط بود. درسته که کلونل پسیان آدم نظامی و سلاح به دست و همیشه در میدان جنگ و نبرد بود، اما روح لطیف و با احساسی هم داشت و یک نوازنده حرفه‌ای پیانو هم بود. حتی چند جزوه هم در مورد موسیقی ایرانی نوشته. اما یه نکته خیلی جالب در زندگی شخصیش اینه که علیرغم اصرار خانواده و اقوامش، کلونل پسیان هیچ وقت ازدواج نکرد. حتی یک بار تدارک ازدواج براش میبینن اما نمیپذیره. راستی چرا؟ به استدلالش برای زن نگرفتن و تشکیل خانواده ندادن گوش کنیم. خودش میگه من پیمان بستم که تا ایران و ایرانی را از هر حیث آسود خاطر نبینم تأهل اختیار نکنم، زیرا زن گرفتن نیمی از وقت مرا در انحصار خود خواهد گرفت و صرف این وقت برای اداره زن و فرزند مرا از خدمت به وطن باز خواهد داشت. بله، برای همین پاکدامنی و فداکاریش بود که همه خراسان و بسیاری از مردم ایران در شهادتش گریه کردند. گریه کن که گر سیل خونگری ثمر ندارد، ناله‌ای که ناید ز نای دل اثر ندارد. هر کسی که نیست اهل دل ز دل خبر ندارد، دل ز دست غم مفر ندارد، دیده غیر اشک تر ندارد، این محرم و سفر ندارد. گریه کن که گر سیل خونگری ثمر ندارد،